بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الأمين وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، در دهمین حلقه از کتاب الابانة الصغرى امام ابن بطة رحمه الله تعالی هستیم. تا حدیث نمبر 76 خواندیم و اثر یا حدیثی که امروز آغاز میکنیم از اثر 77 می باشه. اثری است از حسن بصری رحمه الله که ما در درسای قبلی امیر خوانده بودیم که میگه شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ليعموا بها عباد الله. بدترین بندای الله می کسایی هستند که سختترین یا شریرترین مسائل که از تعقیب میکنن، پیروی میکنن یا از اونا کس میپرسن، سوالات بیجا میکنن، چنانچه در درس قبلی توضیح دادم. و در اثر 78 از میمون ابن مهران رحمه الله است که یکی از تابعین میباشه. از عایشه رضی الله عنها حدیث روایت کردگی است و از بعضی صحابه را دیدگی است. در مورد آیه 59 سوره نساء که الله تعالی میفرماید فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، اگر در چیزی شما اختلاف کردین به الله و رسولش مراجعه بکنین. میمون ابن مهران رحمه الله میفرماید الرد الى الله یعنی الى کتابه والرد الى الرسول اذا قبض الى سنته. میفرماید که الله تعالی گفته فردوه الى الله، میگه رد بر الله یعنی است که به کتاب الله مراجعه بکنن. و رد الى الرسول کس میگه وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم قبض میشه، روحشان گرفته میشه، میگه الى سنته، به سنت رسول صلی الله علیه و سلم عمل بکنه، سنتشان محکم بگیرین. و در اثر 79 اثر می باشه از عکرمه که تابعی است رحم الله، میگه در مورد آیه 59 سوره نساء که الله تعالی فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، از الله و رسول اطاعت بکنید و از اولی الامرتان. میفرماید اولی الامر کی هستن؟ اکرم رحم الله میگه ابوبکر و عمر رضی الله عنهما، که اولی الامرتان ابوبکر و عمر است رضی الله عنهم، از اینا اطاعت بکنین. و در اثر 80 از یحیی بن ابی کثیر است، میگه یه متابعه می باشه السنه قاضیه علی الكتاب وليس الكتاب قاضیا علی السنه. میفرماید که سنت فیصله کننده قرآن است و قرآن فیصله کننده سنت نمی باشه. یعنی منظورش است که سنت تفسیر کننده قرآن است، به خاطر که در سنت است که احکام و فرایض و شرایع که در سنت که به طور تفسیر بیان شدگی است. در قرآن که به صورت اجمالی بیان شده اکثر مسائل، لیکن در سنت رسول صلی الله علیه و سلم است یا سنت صحابه است که ما میتونیم او را ببینیم، راه خود پیدا بکنیم. و ابن قتیبه در تأویل مختلف الحدیث میگه اراد انها مبینه للکتاب منبئه عما اراد الله فيه. میگه منظور یحیی ابن ابی کثیر است که سنت که است آشکار کننده کتاب می باشه، یعنی اون چیزی که الله سبحانه و تعالی قصد کرده است. قصد الله تعالی را ما با سخن رسول صلی الله علیه و سلم میفهمیم، با فعل رسول صلی الله علیه و سلم میفهمیم، با سخن و فعل صحابه میفهمیم که صحابه چه قسم از قرآن کس فهم گرفتن، چه قسم از قرآن برداشت کردن، به چه قسم عمل کردن، به اون شکل ما عمل میکنیم. و در کتاب ذم الکلام از فضل ابن زیاد است، میگه سمعت احمد ابن حنبل، میگه از احمد ابن حنبل رحمه الله شنیدم از او در مورد امی اثر یحیی ابن ابی کثیر پرسیده شد که گفته است السنه قاضی علی القرآن، سنت فیصله کننده بر قرآن است. گفت من اینو جرات نمیکنم. یه از تواضع امام احمد رحمه الله می باشه در مورد قرآن که میگه من جرات نمیکنم بگم که سنت فیصله کننده قرآن است، لیکن میگه من میگم که ولکن السنه تفسر القرآن و تبینه، میگم که سنت قرآن تفسیر میکنه و او را آشکار میسازه. و این شکل از مکحول که او یکی از تابعین می باشه نقل است که مروزی در کتاب السنه نقل کرده، میفرماید القرآن احوج الى السنه من السنه الى القرآن. قرآن بیشتر احتیاج داره به سنت از اینکه سنت به قرآن احتیاج داشته باشه. کل منظور سخن ائمه است که سنت تفسیر کننده قرآن می باشه، بیان کننده قرآن می باشه. آن چیزی که در قرآن بیان شده سنت است که رو تفسیر میکنه، بیان میکنه. و در حدیث 81 از حسان ابن عطیه است، یکی از تابعین می باشه که در سنه 120 هجری وفات کرده رحمه الله، میفرماید کان جبرئیل علیه السلام ينزل على رسول الله صلی الله علیه وسلم بالسنه كما ينزل عليه بالقرآن و يعلمه اياها كما يعلمه القرآن. میفرماید که جبرئیل بر رسول صلی الله علیه وسلم فرود می آمد با سنت، یعنی سنتی که رسول صلی الله علیه وسلم گذاشتگی هستن، فعلی را که انجام میدادن یا سخنی را که میگفتن به غیر از آیات قرآن. و میگه چیزی بود که جبرئیل می آمد بر رسول صلی الله علیه وسلم امیر نازل میکرد، امیر میفهماند. و يعلمه اياها كما يعلمه القرآن، رسول صلی الله علیه وسلم تعلیم میداد به سنت چنانچه قرآن تعلیم میداد. و این حقیقت است، چنانچه الله سبحانه و تعالی در سوره النجم میفرماید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد صلی الله علیه وسلم از نزد خود چیزی نمیگه، بلکه هر چیزی که میگه وحی است که برش میشه.
و همین شکل از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که ابن الحنبلی در کتاب الرسالة الواضحة نقل کرده که میفرماید کان ینزل جبرئیل علیه السلام علی النبی صلی الله علیه وسلم بالسنن کما ینزل بالفرائض. میفرماید جبرئیل چنانچه فرایض قرآن که از بر رسول صلی الله علیه وسلم فرود می آورد به همین قسم سنت فرود می آورد، همین قسم سنت که از بر رسول صلی الله علیه وسلم بیان میکرد میفهمم. و در حدیث 82 اثری است از سعید بن جبیر رحمه الله در مورد قول الله سبحانه و تعالی در سوره طه آیه 82 الله تعالی فرموده و عمل صالحا ثم اهتدى. میفرماید لزوم السنه والجماعه، از مؤمنین یاد میکنه کسانی که عمل صالح کردن سپس هدایت شدن. میفرماید که لازم گرفتن سنت و جماعت است. جماعت در حلقه اول یا در حلقه دوم بود که ما توضیح دادیم جماعت چی کسانی هستند. سلف جماعت به چی معنا میکردن و رو بیان کردیم که جماعت کی است. جماعت یعنی جماعت صحابه، یعنی خلفای راشدین. جماعت کسانی که بعد از صحابه بودن، از صحابه به نیکی پیروی کردن، تابعین. و در مورد حدیث 83 حدیثی از قتاده رحمه الله که تابعی است، کل اینا تابعی می باشند. در مورد آیه 34 سوره احزاب که الله تعالی فرموده و ذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. الله سبحانه و تعالی به ازواج رسول صلی الله علیه و سلم میگه که و ذکرنا بیاد بیارن، بخوانن، بیاد بیارن و چیزی که در خانه شما تلاوت میشه من آیات الله، از آیات الله و الحکمه و حکمت. قتاده رحمه الله میگه که القرآن و السنه، آیات الله که میگه قرآن است و الحکمه در اینجا میگه سنت است. و در حدیث 84 از مجاهد رحمه الله میفرماید افضل العباده یعنی السنه، بهترین عبادت با فضیلت ترین عبادت نظر نیک است میگه یعنی سنت، یعنی پیروی از سنت رسول صلی الله علیه و سلم و سنت صحابه می باشه. هر چی که سنت گفته میشه برادرها در کتابای اعتقادی سنت زیاد گفته میشه. سنت گفته میشه یعنی راه روش رسول صلی الله علیه و سلم، یعنی دین رسول صلی الله علیه و سلم، یعنی منهج صحابه، منهج کسایی که از صحابه نیکی پیروی کردن. سنت همی است. و در حدیث 85 از اسحاق ابن عیسی میگه سمعت مالک ابن انس يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل هو اجدل من رجل ارادنا ان نترك ما جاء به جبريل صلی الله علیه و سلم الى النبي صلی الله علیه و سلم. اسحاق ابن عیسی میگه از مالک ابن انس شنیدم که او جدال یعنی منازعه کردن، گفتگو کردن در مورد دین، یعنی اختلاف کردن بد میدید و میگفت که كلما جاءنا رجل هو اجدل من رجل، میگه هر مردی که در نزد ما آمد میگفت او بدتر بود از کسی که قبل آمده بود، یعنی در حساب جدال و مجادله و اختلاف اینا. میگه ارادنا، اونا اراده میکردن، قصد داشتن ان نترک که ما ترک بکنیم ما جاء به جبرئیل علیه السلام الی النبی صلی الله علیه وسلم، و چیزی را که جبرئیل علیه السلام بر نبی ما محمد صلی الله علیه وسلم آوردگی است میخواستن که ما او را ترک بکنیم. نصر المقدسی در کتاب مختصر الحجه على تارك المحجه میگه و هذه قاعده اصحاب الكلام وقوام دينهم الجدال والخصومات مما لم يرد به الشرع ولا سبق اليه احد من ائمه الدين فعلم بطلانه و فساده. میفرماید این قاعده اهل کلام می باشه. اهل کلام کس همین فلاسفه می باشن، همین جهمیه، همین قدریه، همین مرجئه، اهل رأی، کسانی که در کتاب و سنت کس از رأی و قیاس، از نظرات خودشان، از عقلشان، از فلسفهشان آمدن کار گرفتن. صفات الله را انکار کردن به خاطر که عقلشان قبول نمیکرد. قدریه قدر را انکار کردن به خاطر که دیدن که عقلشان را به کار انداختن، عقل ناقصشان. باز اونجا بود که آیات قرآن انکار کردن، احادیث رسول صلی الله علیه و سلم انکار کردن، کافر شدن. مرجئه به همین شکل در مسائل ایمان، در مسائل اعتقادی که اسمین از عقل خود فیصله میکنن، یک چیزایی را از عقل خود میارن که حیران بمونه دین از کجا آوردگی هستن. کل اینها که از اینا اصحاب کلام میباشن، کلشان اهل کلام میباشن. میفرماید که این قاعده اهل کلام هم است. دینشان کس میگه و قوام دینهم الجدال والخصومات مما لم يرد به شرعا، میگه دینشان همین میباشه که استوار است بر اختلاف و خصومات، چیزی که اختلافی میباشه با اون چیزی که شریعت نگفتگی است و یکی از ائمه دین میگه با او تیر نشدگی است، با او سخن نگفتگی است. و در حدیث 86 از ابن سیرین رحمه الله میفرماید ما اخذ رجل بدعه فراجع السنه، میگه امکان نداره یک مرد بدعت را محکم بگیره میگه او به سنت برگرده. میگه کسی که بدعت محکم گرفت برگشت رو به سنت بسیار سخت است و ممکن نیست. میگه و به این شکل اقوال از ائمه اهل سنت زیاد ثابت شدگی است. ما در درس‌های قبلی هم بیان کردیم از امام ایوب السختیانی یکی از تابعین میباشه که او همین حدیث که رسول صلی الله علیه و سلم در مورد خوارج گفتن یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، از دین بیرون میشن مثل که تیر از کمان بیرون میشه. ثم لا يعودون فيه حتى يرجع السهم الى فوقه، سپس اینا بر نمیگردن، یعنی از دین که بیرون شدن دیگه بر نمیگردن حتی يرجع السهم الى فوقه، تا که تیر از جایی که بیرون شده برگرده. یعنی امکان نداره تیر که از جایی که بیرون شده امکان نداره برگرده. ائمه اهل سنت میگفتن به این شکل بدعتی که از وقتی از منهج اهل سنت که بیرون شد دیگه امکان نداره که به حق برگرده، به سنت برگرده. این شکل اقوال از ائمه سلف زیاد ثابت از ما در درس‌های قبلی بیان کردیم. و
و در این اثر میبینیم که از ابن سیرین رحمه الله است که این همین قول میگه، قولی را که امام ایوب سختیانی رحمه الله گفتگی است، در حالی که ابن سیرین رحمه الله از ایوب سختیانی پیش بودگی است، بلکه از استادان ایوب سختیانی بوده و ابن سیرین از کبار تابعین میباشه رحمهم الله تعالی. و به این شکل از سلام ابن ابی مطیع رحمه الله که از اون به این شکل اقوال نقل است و هم قول ایوب سختیانی رحمه الله نقل میکنه. و از امام احمد رحمه الله نقل است که میگه در مورد یکی از کسانی که در لفظ قرآن سخن گفته بود به نام شراک، فاضل ابن زیاد، میگه به امام احمد گفتم که بلغنی عنه انه قد تاب و رجع، به من خبر رسیدگی است که شراک توبه کرده و رجوع کردگی است از کفری گفته بود. امام احمد رحمه الله میگه کذب، دروغ است، لا یتوب هؤلاء، گفت اینا توبه نمیکنن، کما قال ایوب اذا مرق احدهم لم يعد فيه، چنانچه ایوب سختیانی گفتگی است وقتی اینا از دین بیرون شدن دیگه بر نمیگردن. و این شکل از امام دارمی رحمه الله نقل است که او از امام اوزاعی رحمه الله نقل میکنه که او به یک بعضی از اهل بدعت میگفت انکم لن ترجعون عن بدعه الا تعلقتم باخرى هي اضر عليكم منها، شما از یک بدعت بر نمیگردین مگر اینکه یک بدعت دیگر مرتکب میشین که او بدتر از بدعت قبلیتان میباشه. یعنی به صورت عموم که بگیریم این گپ ائمه اهل سنت درست است به صورت عموم، لیکن در بینشان هست کسانی که الله تعالی بر آنها فضل کرده، رحم کردگی است که یک نفر دو نفر اگه بین اهل بدعت باشه که از اونها پیدا شده باشه که از اونها بیرون شده منهج حق یافته باشه. به همین شکل از در زمان سلف هم ثابت است کسانی از ائمه سلف بودن که یک مدت کمی در فتنه از فتنه های اهل بدعت گرفتار شده بودن، بسیار مدت کمی باز توبه خدا آشکار کرده بودن، توبه کرده بودن. لیکن به صورت عموم که بگیریم، به صورت اغلبیت اکثریت که بگیریم، وقتی کسی در بدعت قرار گرفت، در بدعت فرو رفت، دیگه برگشت از به سنت بسیار ناممکن میشه. و عامر ابن عبدالله میگه مبتدع رجل بدعه الا اتى غدا بما ينكره عليه اليوم، میفرماید کسی بدعت را انجام ندادگی است مگر اینکه فردا او چیزی را آمدگی است، یعنی با بدعت دیگری آمده که امروز را بد میدید، امروز را خوب میدید، نیک میدید، یک سنت بود، دین بود، بیان میکرد که رسول صلی الله علیه و سلم را گفتگی است، دین صحابه تو گفتگی است، لیکن فردا میگه که خو خلاف عقل است، ما را چطور قبول کنیم؟ مثل که امروز کسایی پیدا شدن منکرین احادیث که احادیث انکار میکنن به حجت از اینکه خلاف عقل میباشه. و در حدیث 88 از ابن عون رحمه الله است که هم تابعی است، میفرماید اذا غلب الهوا على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه، زمانی که هوا پرستی کس بر قلب یک نفر که می غلبه بکنه او کس نیک میشماره و کاری را که تا دیروز بد میدید. یعنی کدام کار سنت تا دیروز نیک میدید لیکن امروز همون سنت کس بد میبینه. و فضیل رحمه الله میگه لا یزال العبد مستورا حتی یرى قبیحه حسنا، میگه نفر خوب است یعنی حالش پوشیده میباشه، حتی یرى قبیحه حسنا، تا زمانی که او چیزی را که زشت میدید و نیک ببینه. هستن کسانی که منکرات خودشان بد میدیدن اما دیدی که فردا خودشان به اون منکرات گرفتار شدن، بر مردم تن میزدن به خاطر کفر و شرک، العیاذ بالله، دیدیم که فردا خودشان به کفر و شرک گرفتار شدن. الله سبحانه و تعالی ما را حفظ بکنه، الله تعالی ما را حفظ بکنه از فتنه ها. از حذیفه رضی الله عنه نقل است که در مصنف عبدالرزاق از ولالکایی نقل کرده، میفرماید اعلم ان الضلال حق الضلال ان تعرف ما كنت تنکر و ان تنکر ما كنت تعرف، میفرماید گمراهی و حق گمراهی است، یعنی گمراهی حقیقی است که نیک بشماری او چیزی را که تا دیروز بد میدیدی، بدعتی که تا دیروز را بد میدیدی که واقعا بدعت بود، لیکن ببینی که امروز که از خودت به او گرفتار شدگی است از بدعت پیروی بکنی. و ان تنکر ما كنت تعرف، این بد ببینی او چیزی را که تا هنوز نیک میدیدی. هستن کسانی که خودشان مردم میگن که آزری میگن، آزری گفته مردم کس یعنی تکفیر کرده روان است. بعضی از کسایی که مخالف جماعتشان میباشه، مخالف تنظیمشان میباشه، لیکن خودشان یعنی خودشان آزری هستن، خودشان بزرگترین آزری ها میباشن. اگر او مردم کس جاهلا رو عذر میتن، قبر پرستا رو عذر میتن، لیکن خود از اینا می شیوخ عذر میتن. کلان کسانی کتاب ها نوشته کرده هستن میان اونا رو عذر میتن که در کفریاتشان اونا رو عذر میتن. یعنی اون چیزی که بر مردم کس ایراد میگرفتن همون چیز که بر خودشان آمدگی از خودشان انجام میتن. حذیفه رضی الله عنه میگه که یک و تلون فی دین الله تعالی، دور باش، بر حذر باش از اینکه در دین الله کس چند رنگ باشی، بازی بکنی در دین الله چند رنگه باشی. فان دین الله واحد، بدان که دین الله واحد یگانه است. وقتی قرآن و سنت دیدی، منهج سلف دیدی، کم بگیر، منهج صحابه را کم بگیر، دین الله همه است، این طرف و طرف نرو که چند دین باشی و چند رنگه باشی. و از ابو العالیه که از تابعین اسمی فرمایه آیتان فی کتاب الله ما اشدهما علی الذین یجادلون فی القرآن، می دو
آیت است که از این دو آیت که سخت‌تر بر کسایی که در مورد آیات قرآن مجادله میکنن، مخاصمه میکنن، گپ میزنن از رأی و قیاسشان، از فلسفهشان. میگه امی دو آیت میگه بر از اونها خطرناکتر نمی باشه. هیچ آیاتی میگه مثل دو آیت برشان خطرناکتر نیست. کدام آیات است؟ یکی آیه 4 سوره غافر است. الله تعالی میگه ما یجادل فی آیات الله الا الذين كفروا. در مورد آیات الله کسی جدل نمیکنه، کسی منازعه نمیکنه مگر کسی که کافر است. الله تعالی باز در سوره بقره آیه 176 میگه و ان الذين اختلفوا فی الكتاب لفی شقاق بعید. کسانی که در کتاب در قرآن کس اختلاف کردن لفی شقاق بعید، اینا کس در گمراهی دور قرار دارن. و امام بربهاری رحمه الله در کتاب شرح السنه خود گفته واعلم انها لم تكن زندقه قط ولا كفر ولا شك ولا بدعه ولا ضلاله ولا حيره في الدين الا من الكلام واهل الكلام والجدال والمراء والخصومه. میفرماید بدان که زندقه در دین نبود، در اسلام زندقه نبود و کفر هم نبود و کسی به آیات و احادیث که شک هم نداشت و بدعت هم نبود و گمراهی هم نبود. ولا حیرة فی الدین، و کسی در این دین کس در حیرت هم قرار نگرفته بود، الا مگر من الكلام و اهل الكلام، مگر از کسانی که فلسفه را آوردن در این دین، رأی و قیاس و فلسفه و عقل خود در این دین داخل کردن. و اهل الكلام از کسانی که اهل از این کلام می باشن، اهل کلام هستن، اهل فلسفه هستن. و الجدال کسانی که جدال میکنن. میگه عجیب اینجاست كيف يجترئ الرجل على المراء والخصوم والجدال والله يقول ما يجادل في آيات الله الا الذين كفروا. میفرماید عجیبی است که چطور یک انسان جرأت میکنه که در مورد آیات قرآن جدال و خصومت بکنه، یا آیت به آیت بزنه، به رأی و قیاس و نفسانی خودش تفسیر بکنه. چطور جرأت میکنه در حالی که الله تعالی در سوره غافر گفتگی است که ما یجادل فی آیات الله الا الذين كفروا. در مورد آیات الله کسی جدل نمیکنه، کسی منازعه نمیکنه مگر کسی کافر باشه. میفرماید فعليك بالتسلیم و الرضا بالآثار والكف والسکوت. میفرماید لازم بگیر بر خود، یعنی لازم بگیر بر خود تسلیم شدن. تسلیم شو به آنچه الله نازل کرده و رسول صلی الله علیه و سلم بر ما بیان کردن و سنت صحابه بر ما نشان داده شده، یعنی راهنما می باشه. تسلیم شو به اینا، به آثار که میگه به کل از اینا تسلیم شو و رضایت خود نشان بده، راضی باش. والکف والسکوت، دست خود و زبان خود نگه دار، نه چیزی بگو نه چیزی بنویس در مقابلشون. و سکوت اختیار بکن، در چیزی که نمیدونی سکوت اختیار بکن. و ارطات ابن المنذر میگه لأن يكون ابني فاسقا من الفساق احب الی من ان يكون صاحب هوا. میفرماید که اگر فرزند ما فاسقی از فساق باشه، احب الی، بر من دوست داشتنی تر است، من ان يكون صاحب هوا، از این که از اهل بدعت باشه. فرزندم یک فاسق باشه که مرتکب زنا باشه، دیگه از منکرات باشه، میگه بر من بهتر است، این بر من بهتر است از این که چی باشه، از اهل بدعت باشه. و ابو اسحاق الفزاری رحمه الله میگه لان اجلس الى النصارى في بيعهم احب الي من الجلوس في حلقه يتخاصم فيها الناس في دينهم. ای که در یک مجلسی از نصرانی ها در کلیسایشان بشینم، ای بر من دوست داشتنی تر است از نشستن در حلقه ای که در مسائل دینی که از مردم مخاصمه میکنن، جدل میکنن. یعنی از نشستن در مجالس قدریه، مرجئه، جهمیه، اهل رای، از نشستن در مجالس اینها کرده، من برم با نصرانی ها که در کلیسایشان بشینم، این میگه بر من بهتر است. و سعید بن جبیر رحمه الله میفرماید لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا احب الی من ان يصحب عابدا مبتدعا. ای که فرزندم یک فاسق و کسی که او را خانوادهش از خود راندن، از خانه بیرون کردن، او را پیدا بکنه، با او یک جا شوه، با او رفیق شوه، لیکن او سنی باشه، فاسق سنی باشه. میگه اگر فرزندم میگه با او رفیق شو، با او دوست شو، ای بر من بهتر است، احب الی من ان یصحب عابدا مبتدعا، ای که همراه با کسی باشه که او عابد باشه لیکن مبتدع باشه. الله اکبر. رفیق فرزندم یک فاسق باشه، ای بر من بهتر است، لیکن اما دوست ندارم که رفیق فرزندم یک بدعت گذار باشه، اگرچه عابدم باشه، اگرچه عابد باشه، چون بدعت گذار هر چی عمل بکنه قبول نمیشه. ما در احادیث قبلی در درس قبلی خواندیم که رسول صلی الله علیه و سلم میگن من احدث حدثا، کسی بدعتی را بیاره در دین، او محدثا، یا بدعتی را جای بده، یعنی بدعتی را عزت بده، اکرام بکنه، بدعتی را شیخ و امام خود بدانه، بر بدعتی ترحم بکنه، او را برادر خود بدانه. رسول صلی الله علیه و سلم میگن فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، لعنت الله و ملائکه و انسان ها بر از او باشه. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، الله تعالی از او هیچ عبادت را قبول نمیکنه، نه عبادت فرضی و نه عبادت نافله، هیچ عبادت را الله تعالی از او قبول نمیکنه. از او خاطر سعید بن جبیر رحمه الله میگه که فرزند من اگر با یک فاسقی که او سنی باشه با او همراه
شو به او رفیق شو، این برام بهتر است. لیکن با کسی که عابد است و لیکن مبتدع است، به او میگه هرگز میگه دوست نشو. وقيل لمالك بن مغول رأينا ابنك يلعب بالطيور. به مالک ابن مغول یکی از تابعین است گفتن که فرزند تو را دیدیم که با پرنده ها بازی میکنه، یعنی کفتر بازی میکنه. مالک ابن مغول رحم الله گفت حبذا انشغلته عن صحبت مبتدع. گفت چقدر خوب است این که میگه دوست بدعتی نشده، با بدعتی کس یک جا نشده، لیکن میره کفتر بازی میکنی، برای من خیلی بهتره. چقدر خوب است میگه، بسیار خوب است میگه. سبحان الله. ببینین ائمه اهل سنت چطور برخورد میکنن، چگونه برخورد میکردن در مقابل اهل بدعت و در مقابل از اینا کس، چقدر از اهل بدعت میترسیدن. اما امروز حال کسانی که دعواداران سلف هستند، دعواداران منهج سلف، یعنی کسایی که خود به اهل سنت نسبت میدن، اینا رو ببینیم، حال اینها رو ببینیم که اینها اهل بدعت که از برادرای خود میگیرن، شیوخ خود گرفتن و پیشوایان اهل بدعت، پیشوایان کفر و شرک که از ائمه خود میدانن، ائمه اهل سنت طوری بودن که میگفتن فرزند ما که با یک فاسق همراه شوه، فاسق سنی، میگن ما هیچ دیگه برش نمیترسیم، لیکن میگن میترسیم که با یک بدعتی که او عبادت گزار باشه، میگن با او یک جا شوه، میگن از این میترسیم. و در حدیث 95 از ابن شوذب بس میگه من نعمت الله على الشاب والاعجمي اذا تنسك ان يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما. میفرماید از نعمت الله بر یک جوان و بر اعجمی است که وقتی که میخوان که عبادت گزار باشن و از اهل زهد باشن، ای که میگه توفیق پیدا بکنن، یک کسی را که از اهل سنت است او را پیدا بکنن، یحملهما علیها، که اینها را که از با خود حمل بکنه. میگه از سعادت و از خوشبختی یک جوان یا کسی که عربی را نمیدانه، یک خوشبختیش ای است که یک نفر پیدا بکنه، یک رفیق یا یک استاد یا یک شیخ، یک کسی را پیدا بکنه که او اهل سنت است. این میگه از خوشبختیش میباشه. واقعیت به همین شکل است. چرا؟ میگه لان الشاب والاعجمی یاخذ فیهما ما سبق الیهما، به خاطر که نوجوان یا جوان کس و کسی که عربی را نمیدانه او میگیره و کسی که از او پیش شدگی است هیچ چیز نمیدانه، او در ابتدا میباشه، یعنی ذهنش صفر است و هر چیزی که یعنی کسی به او پیش شد به عنوان استاد، به عنوان شیخ، به عنوان رفیق، امور میگیره، از اون پیروی میکنه. و همین شکل امام لالکایی از عبدالله بن شوذب روایت کرده که او از ایوب سختیانی رحمه الله روایت میکنه که در اونجا فرموده ان من سعادت الحدث والاعجمی ان يوفقهم الله لعالم من اهل السنه. از خوشبختی یک نوجوان و یک کسی که عربی نمیفهمه، عرب نیست، عجمی است، از خوشبختی اینها چی است؟ ان یوفقهم الله، یک الله تعالی اینا را توفیق بده، الله تعالی برشان نصیب بکنه، لعالم من اهل السنه، یک عالمی از اهل سنت، که عالمی از اهل سنت که سوره محکم بگیرن، در کنار و قرار بگیرن، با او باشن، از یاد بگیرن. میفرمایه از خوشبختیشان میباشه. و در کتاب مختصر الحجه از یوسف ابن اسباط رحمه الله میگه من نعمت الله على الشاب اذا نسك ان يؤاخي صاحب سنه يحمله عليها. از نعمت الله سبحانه و تعالی بر یک نوجوان این میباشه وقتی که قصد زهد و عبادت میکنه، ای که رفیق پیدا بکنه، ان یؤاخی، برادری را پیدا بکنه، کسی را پیدا بکنه که صاحب سنت، که از اهل سنت باشه، یحمله علیها، که در این راه، در راه سنت او را ببره، حمل بکنه. باز در ادامه فرمایه كان ابي قدريا واخوتي رافضه فانقذني الله بسفيان. میفرماید که پدرم قدری بود و برادرایم رافضه بودن، فانقذني الله بسفيان، الله سبحانه و تعالی به وسیله سفیان مرا نجات داد. یعنی پدرم قدری بود، برادرایم رافضی بودن، لیکن الله سبحانه و تعالی سفیان ثوری بر من نصیب کرد که با او یک جا شدم و الله تعالی مرا نجات داد. و می شکل اقوال زیاد از ائمه سلف نقل است. و در حدیث 96 از عمرو بن قیس الملایی میگه اذا رأيت الشاب اول ما ينشأ مع اهل السنه والجماعه فرجه. اگر نوجوان دیدی که در اولین نشأت خود، در اولین از نوجوانی خود دیدی که با اهل سنت و الجماعت است، میگه فرجه، بر او امید خیر بکن. و اذا رأيته مع اهل البدع فیأس منه. میگه اگر او را با اهل بدعت دیدی در سنین نوجوانی، میگه از او ناامید شو. فان الشاب على اول نشوئه، زیرا نوجوان که از جوان کس بر اول نشأت خود میباشه. ابتدا که چه قسم رفت، میگه همون قسم میره. و عمرو بن قیس در ادامه میگه ان الشاب لا ينشأ فان آثر ان يجالس اهل العلم كاد ان يسلم وان مال الى غیرهم کاد ان یعطب. میفرماید جوان کس به اولین نشأت خود میباشه، یعنی ابتدا که زیاد برش تاثیرگذار میباشه، ابتدا که چه قسم رفت همون قسم میره. میگه اگر در مجالس اهل علم، اهل علم که میگه یعنی مجالس اهل سنت اگه نشست، میگه این ان شاء الله
میگه سالم میمانه. لیکن اگر از مجالس اهل علم، مجالس اهل سنت دوری گرفت و به دیگه طرف رفت، میگه کادن یعطب، این کس هلاک میشه. این میگه هلاکت از نزدیک از هلاک میشه. و به این شکل ابن بطه در ابانه الکبری میگه فانظروا رحمكم الله، نگاه بکنین الله بر شما رحم بکنه. من تصحبون و الی من تجلسون، چه کسی را صاحب خود رفیق خود میگیرن و در کنار چه کسی می نشینن. واعرفوا كل انسان بخده و كل احد بصاحبه، میگه هر کس با رفیقش، با دوستش، با یارش بشناسین. الله اکبر. ائمه اهل سنت به این قسم میگفتن اگر کسی بدعت خود اگر پوشاند، یعنی بدعت خود پوشاند و بدعت خود آشکار نکرد، لیکن ما میتونیم از طریق رفیقهایش، از طریق دوستایش، کسانی که با او هستن، ما او را شناسایی بکنیم که در چه منهجی، در چه عقیده قرار داره. و در حدیث 98 از حماد ابن زید رحمه الله میگه قال لی یونس، میگه یونس ابن عبید رحمه الله تابعی جلیل القدر بر ما گفت که یا حماد اینی لأرى الشاب على كل حالة منکرة فلا آیس من خیره. گفت که من اگر نوجوان یا جوان که در هر حالت منکری، در هر حالت گناهی که اگر ببینم از اون امید نمیشم. اگر در حالت زنا ببینم، در حالت شراب خوردن ببینم، در قمار ببینم، در هر حالت منکری که رو ببینم که در سنین نوجوانی که از بعضیا در او فتنه ها گرفتار میشن و گمراه میشن، گفت اگر من نوجوان در این حالت های منکرات ببینم فلا آیس من خیره، ما از خیرش هیچ وقت ناامید نمیشم، یعنی امید خیر برو دارم. میگه تا کی؟ حتی اراه یصاحب صاحب بدعت فعندها اعلم انه قد عطب. میگه اگر زمان او را دیدم که با یکی از اهل بدعت کس همراه شدگی است، با یکی از اهل بدعت همراه شده و رفیق شدگی است، میگه فعندها، در اینجا کس اعلم انه قد عطب، میدانم که او دیگه هلاک شدگی است، دیگه امید خود از میکنم، دیگه امید برو ندارم. و بربهاری رحمه الله در کتاب شرح السنه میگه اذا رأیت الرجل مجتهدا، میگه اگر کسی رو دیدی که بسیار عبادت میکنه، اجتهاد میکنه در عبادت، یعنی بسیار زحمت میکشه، لیکن چی است؟ عبادت زیاد میکنه، صاحب هوان، که یکی از اهل هوا میباشه، از اهل بدعت میباشه، دیدی که زیاد عبادت میکنه لیکن از اهل بدعت است، میفرمای فلا تجالسه، با او ننشین، ولا تقعد معه، با او ننشین، ولا تسمع کلامه، سخنش نشنو، ولا تمشي معه في طريق، و با او کس در یک راه نرو، فإني لا آمن ان تستحلی طریقته فتهلك معه. میفرمایه که ما به این نیستم که تو در امان باشی، یعنی از اون نجات پیدا کرده بتونی، یعنی وقتی که به اون نزدیک شدی میگه فتهلك معه، که به او هلاک میشی. اگر بخوای که به اون نزدیک بشی، به که بسیار عبادت میکنه، بسیار زهد میکنه. یکی از برادرها گفت که اینجا یک نفر هست از مدخلی ها هست، گفت تهجدش اصلا ترک نمیشه، در اذکارش پابند است، در عباداتش درس میته، بخاری مسلم درس میته، احادیث از حفظ داره، لیکن یک مدخلی مشرک است که مشرکین کس امام خود گرفتگی از مشرکین عذر میته، تکفیر نمیکنه. ما برش گفتم که به عبادت از او فریب نخور. عمرو بن عبید که امام قدری است، او همین قسم زیاد عبادت میکرد، زیاد، لیکن خودش یک قدری کافر، یک ملحد کافر بود. زیاد کسب به شکل آمدگی است. ببینید امام بربهاری رحمه الله میگه که وقتی یک نفر دیدی که زیاد عبادت میکنه، بر خود زیاد فشار میاره، لیکن از اهل بدعت است، با او ننشین، میگه در کنار از او قرار نگیر، سخنش نشنو، حتی در یک راه میگه با او راه نرو. و در ادامه بربهاری رحمه الله سخنی را از یونس بن عبید رحمه الله نقل میکنه، میفرماید زمانی که یونس بن عبید رحمه الله میگه فرزند خود دید و قد خرج من عند صاحب هوان، که از نزد یکی از اهل بدعت خارج شده بود، فقال یا بنی، گفت ای فرزند، من این جیت، از کجا آمدی؟ گفت من عند عمرو بن عبید، گفت از نزد عمرو بن عبید امام قدریه، گفت از نزد از او آمدم. ببینید یونس بن عبید رحمه الله به فرزندش چی میگه؟ گفت یا بنی، ای فرزندم، لان اراک تخرج من بیت خنثى احب الی من ان اراک تخرج من بیت فلان. گفت اگر تو را ببینم از خانه یک خنثا، یک نرماده، از خانه از او بیرون شوی، این بر من دوست داشتنی تر است از این که ببینم از خانه فلان بدعتی بیرون شده هستی. ولئن تلقى الله یا بنی زانیا سارقا خائنا احب الی من ان تلقاه بقول اهل الاهواء. گفت ای که الله تعالی را ملاقات بکنی در روز قیامت در حالی که زنا کرده باشی، دزدی کرده باشی و خیانت کرده باشی، این بر من دوست داشتنی تر است از این که الله تعالی را
ملاقات بکنی در حالی که در تو چیزی از اهل هوا، از گمراهی ها، از بدعت ها در تو باشه. الله اکبر. باز در ادامه بربهار رحمه الله میگه الا ترى ان یونس ابن عبید علم ان الخنثى لا يضل ابنه عن دینه. میگه یونس ابن عبید رحمه الله فهمید که او خنثی که از فرزندش در دینش گمراه نمیسازه، یعنی بدعتی رو به او نشان نمیده. و ان صاحب البدع يضله حتى يكفره. بربهار رحمه الله میگه که یونس ابن عبید رحمه الله فهمید که صاحب بدعت کس یضله حتى يكفره، او را گمراه میسازه تا که کافرش بسازه. این واقعیت گپ است که ما میبینیم. وقتی یه آثار از آثار سلف میخوانیم ایرا، یعنی به حال خود امروز ببینیم که حال ما چه قسم. امروز اکثر کسانی که خود مسلمان میگیرن به اهل سنت نسبت میتن، فرزندای خود در مدارس کفار ماندگی هستند، در مدارس اهل بدعت ماندگی هستند، در مکاتب به اینا ماندگی هستند. فکر میکنن گویا که در اون مدارس که در اون مکاتب که برشان خیر یاد داده میشه. سلف ما تابعین اینا به این شکل بودن، میگفتن که اگر فرزند خود با یک زناکار ببینم این بر من بهتر است، با یک فاسق ببینم یا فرزند من زناکار فاسق شوه این بر من بهتر است، لیکن بدعتی نشوه، با بدعتی کس همراه نشوه، یک جا نشوه. و در حدیث 99 از حسن بصری رحمه الله میفرماید مزداد صاحب بدعت عبادة الا ازداد من الله تعالی بعدا. سبحان الله. ببینید چه کلمه میگه، چه قولی را میگه امام حسن بصری رحمه الله. میفرماید که اهل بدعت یک بدعتی که چقدر عبادت بکنه، میگه چقدر که عبادتش زیاد شوه الا ازداد من الله تعالی بعدا، همو قدر از الله دور میشه. الله اکبر. میفرماید چقدر که عبادت بکنه، یعنی در نظر خودش چقدر که عبادت بکنه میگه همو قدر از الله تعالی بیشتر دور میشه. و ابن عون رحمه الله میفرماید المجتهد فی العباده مع الهوى يتصل جهده بعذاب الاخره. کسی که عبادت زیاد میکنه، زیاد جهد میکنه، زیاد تلاش میکنه در عبادت، لیکن از اهل هوا است، لیکن اهل بدعت است، يتصل جهده بعذاب الاخره. این جهدش، این تلاشی که در عبادت انجام میده این را که از عذاب آخرت چی میکنه؟ متصل میسازه. و در اثر یک امام اوزاعی رحمه الله میفرماید که قال ابلیس لاولیائه من اين تاتون بنی آدم. ابلیس به دوستان خود گفت که بنی آدم، این فرزند آدم از کدام طرف برش میاین، از کدام طرف برش هجوم میارین، او را گمراه میسازن. گفتن ناتیه من کل، از هر طرف میایم. گفت هل تأتونه من قبل الاستغفار. گفت که آیا از طرف استغفار که استغفار میکنه آیا آمده میتونن؟ گفتن ان ذلك لشیء ما نطيقه انهم لمقرون بالتوحید. گفتن این چیزی است که ما توان از را نداریم. وقتی او استغفار میکنه اگر گناه از سر زد استغفار کرده میره، ما نمیتونیم از این طریق وارد بشیم، به خاطر که او در توحید کسی اقراری کردگی است. گفت لآتینهم من باب لا يستغفرون الله من. گفت از باب وارد بشین، از باب وارد بشین که اونها اصلا استغفار نمیکنن. فبث فیهم الاهواء والبدع. هوا پرستی و بدعت کس در بین از اونها منتشر کرد. متوجه هستین؟ وقتی که بدعتی که از بدعت انجام میده اصلا توبه نمیکنه، لیکن اگر زنا رو انجام بده توبه میکنه، استغفار میکنه، فکر میکنه گناه بسیار بزرگ انجام داده، یقینا گناه بزرگ انجام داده، لیکن که اگر در بدعت گرفتار شدگی است بدعتش خطرناکتر از این میباشه. بدعت خطرناکتر از گناه میباشه، از محرمات میباشه. از خاطر یک انسان اگر گناه محرمات انجام داده توبه میکنه، لیکن اگر در یک بدعت قرار گرفت و بدعت خود نیک میدانه، بدعت خود دین میدانه، این انسان توبه نمیکنه و به شکل میره و الله تعالی کسی را نمیبخشه. و سفیان ثوری رحمه الله نقل است که میگه البدعه احب الى ابلیس من المعصیه. بدعت در نزد ابلیس کس از معصیت، از گناه کرده دوست داشتنی تر میباشه. چرا؟ المعصیه یتوب منها، به خاطر که کسی که گناه را انجام داد، محرمات انجام داد، از توبه میکنه. و البدعه لا یتوب منها، لیکن از بدعت توبه نمیکنه. از خاطر بدعت در نزد ابلیس دوست داشتنی تر می باشه از گناه و از محرمات کرده. به همین قدر بسنده میکنیم ان شاء الله. الله سبحانه و تعالی ما را از بدعت و از اهل بدعت قرار نده. الله تعالی از بدعت ما را دور داشته باشه. الله سبحانه و تعالی ما را در منهج اهل سنت قرار بده و در این منهج اهل سنت ما را بمیرانه و همین درس را که سبب بکنه، سببی برای هدایت خود ما باشه و برای هدایت کسانی که درس را میشنون، برای هدایت اهل فامیل ما قرار بده. الله سبحانه و تعالی ما را در ملت ابراهیم قرار بده و در ملت ابراهیم ما را حشر بکنه. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.